نازنین یوسفووا سردار دسته کنیبودو میباشد. دسته او در دوره منطقوی آزمون جمهوریوی ناظران نورسی حرکت در راه که در شهر کنیبودم دایر گردید مقام اول را کسب کرده به دور ولایت رخت پیدا نمود. امید دارد دستش به دور جمهوریوی نیز رخت پیدا میکند. ما در دوره‌های منطقوی بین مکتب‌ها اشتراک کردیم. تقریباً 3 ماه 4 ماه بسیار تیاریات دیدیم. دوره ولایتی آزمون جمهوریوی ناظران نورسی حرکت در راه در مؤسسه تعلیمی رقم 23 شهر خوجند دایر گردیده در آن غالبان دوره منطقوی بین همدیگر رقابت نمودند. در دوره ولایتی 4 دسته غالب دوره منطقوی شهرهای کنیبودم، خوجند، استرافشان و ناحیه جابر رسولوف با هم رقابت نمودند. هدف گذراندن آزمون این آگاهانی خوانندگان مؤسسه های تعلیمی ولایت از پیشگیری حادثه های راه و نقلیات می باشد. آزمون مذکور در اساس 7 شرط برگزار گردیده است. آزمون در نزد مؤسسه های تعلیمی در شهر و ناحیه ها و دور منطقوی نیز با کاربری مرکز تحصیلات علاوگی ولایت و شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاستی کارهای داخلی ولایت سوخت تشکیل و برگزار گردید. در دور مکتبی، شهری، ناحیوی، منطقوی و ولایتی آزمون بیش از 5000 خوانندگان مؤسسه تعلیمی جلب کرده شدند. در آغاز چهاربینی سردار ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت پالکوونیک میلیسیا سهراب قربانزاده برآمد نموده غالبان دوره منطقوی را با دستاوردشان تبریک نمود و در دوره ولایتی آزمون جمهوریوی ناظران نورسی حرکت در راه موفقیت را تمنا داشت. سپس معاون سردار ریاست معارف در ولایت سوخت سیف الله خان رحمتوف در برآمد خود بیان داشت که اشتراکچیان آزمون را ضرور است که همه درس‌های آموخته‌شان را با همسالان و هم مکتبانشان بیاموزند تا صدمه‌های راه و نقلیات صادر نگردد. همچنین در این آزمون اعضای حکمان از مقامات‌های گوناگون ولایت جلب کرده شده به استعدادهای نمایش داده اشتراکچیان بهاگذاری نمودند. اعضای حکمان از ریاستی کار با جوانان و ورزشی ولایت، ریاست معارفی ولایت، شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت بهاگذاری می‌نمایند. از ماه مارس در دوره مکتبی در مکتب‌های شهر و ناحیه‌های ولایت و ماه اپریل دوره منطقوی در شهر و ناحیه‌ها تشکیل برگزار کردید. امروز باشد غالبان دوره منطقوی آزمون از شهر و ناحیه‌های جابر رسولوف، استرافشان، کنیبودم و شهر خوجند در دور ولایتی آزمون مذکور اشتراک دارند. در تالار ورزشی مؤسسه شرط‌های آزمون گذرانیده شد. در شرط اول دسته‌ها از معاینه روزانه گذشته، سپس چطور از صف برآمدن، به صف جابجا شدن، یک ردیف صف کشیدن، حرکت نظامی در جای، حرکت نظامی با سرود، حرکت تنتنوی، هنگام حرکت صفی به چپ و راست قدم زدن را نمایش دادند. همین طور دسته‌ها در 7 شرط ملکه کسبی، سنیتری نورز، پردون‌ها و غیرها با هم رقابت دوستانه نموده غالبان را اعضای حکمان بهاگذاری نمودند. دسته ناظران نورز شهری استرافشان برای گذراندن مسابقه سفرهای سفرستان سردار دسته عارفی مدینه دسته به نام شعار ما ظریف زاده شد. نازنین یوسفووا سردار دسته کنیبودم اکنون با تیاری جدی راه به دور جمهوریوی آزمون جمهوریوی ناظران نورسی حرکت در راه امکانیت پیدا نمود. جای اول نصیب دسته کنیبودم با گرفتن 90 خال، جای دوم دسته استرافشان با گرفتن 85 خال و جای سوم نصیب 2 دسته شهر خوجند و ناحیه جابر رسولوف با گرفتن 82 خال گردید. غالبان با تحفه‌های خاطروی قدردانی گردیدند. و می‌خواهیم به دوره جمهوریوی اشتراک در آنجا هم جای اول را سزاوار گردیم و نام کنیبودم را به بالا برداریم. آزمون جمهوریوی ناظر نورسی حرکت در راه در حدود مؤسسه های تعلیمی با تشبث ریاست وزارت معارف و با دستگیری ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت دوام 2 ماه می شود تشکیل و برگزار گردید. گزارش سید مختار سیدان و نسیم جان رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.